وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آسیای میانه در عرصه هجوم مغول‌ها. در ابتدای عصر 13 دولت فئودالی مغول‌ها تشکیل یافت. سال 1206 در انجمن قبیله‌های مغول‌ها تیموچین پیشوای این قبیله‌ها انتخاب گردید. از همین حساب او را چنگیزخان گفتند. چنگیزخان سر اول یک لشکری با نظام و نظامش آهنین را تأسیس داد. در همین دوره الفبای مغولی تأسیس یافته آن در اساس الفبای اویغوری سوغدی تشکیل می‌یابد. چنگیزخان پیش از آنکه که به آسیای مرکزی حمله کند، ترکستان شرقی، سرزمین‌های قره‌ختایی‌ها، مردمان جنگل نشین ینیسه و هفت‌رود را به کشور خود همراه کرده بود. در همین دوره تاجران آسیای میانه به مغولستان بسیار می رفتند و چنگیزخان هم از آنها خوب استقبال و استفاده می برد. در داخل دولت محمد خوارزمشاه جاسوسان زیادی پیدا کرد و از وضع کشور خوب با خبر هم می گردید. دولت محمد خوارزمشاه از هفت‌رود تا به بحر ارل تا به عراق و این طرف تا به کوههای هندوکوش طول می کشید. از همین حساب در این کشور پهناور کشمکشی ها و شورش ها تیز تیز شده می گذشتند. در آخر از حساب ظلم های پی در پی محمد خوارزمشاه مردم دلگیر می شدند. شماره سربازان محمد خوارزمشاه از مغول ها زیاد بود، اما نظام معینی نداشت. در میان عملداران دربار و سرلشکران و دیگران یگانگی نبود. حتی مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون هم با پسرش درست نمی آمد. قدرت چنگیزخان روز تا روز می افزود. به این محمد خوارزمشاه اهمیت نمی داد. چنگیزخان را کوچک می حسابید. سبب جنگ و بد شدن مناسبت های آنها این فاجعه اترار بود.